خب سلام علیکم بچه ها. در درسی گذاشتم و با شما گفته بودیم که باقی مونده موادهایی که داریم جابجا کنیم با این خیلی طرز بدیل خواه طرزی که با خودتون معقول است رنگ بار کنید. ما باشه این خیلی ترتیب دادم در مورد معلومات های فشرده و ایدی متدیکای تعلیمی الگوریتم و نمودهای اون نویسندم. اکنون میگذاریم باز و یک ساختاری دیگری همین برنامه یعنی سلاید دیگری همون. خب در اینجا باز دوبلی رو میکنیم، اینجا آورده از آخران میگذاریم و تازه میکنیم. اکنون میگذاریم به قسمت دیگری موادهای سلاید دیگری همون. در اینجا باشد انا این گونه معلومات رو آورده میمونیم. همون نوشته جات پیشتره معلومات فشرده و خب دیگری در این باشد ما که کمتر از باب دوی معلومات فشرده میمونیم. مثال متدیکای تعلیمی اساسهای برنامه سازی اینجا با پررگی انتخاب میکنم برای که ما کمتر نوشته جات بسیار است در یک صفحه جا کرده توانیم. خب چقدر که میبینید موضوع ما قریب که جابجا شده ایستاده است و قریبی نصیب باشد همه اینها جایهای خود را اشغال میکنند. کمتر بالا میبریم یک کمتر پایان میاریم برای که انا این رو بالاتر بریم خودش جا با جا می شود. خب و هر حال باز هم اینها را جا با جا کردن لازم. این خیلی که باشد هر بین رو در یک خط جا میکنیم. این کمتر بالا میبریم جای خود را میگیرد. این خیلی که باشد آن همین خیلی میگذاریم. اینها نیز به جایهای خود میگذارند. این را همین قدر کنیم با فکر من که بسنده است. فقط که هر یک ابزاستین رو ما جا با جا کنیم یعنی یک با شکل معتدل همین خیلی باشد باز بهتر می شود. خب که باشد با این بستمون درست شد. اکنون ما میگذاریم با سلاید نوبتی. این رو ما یک توی دیگر نسخه میکنیم. در سلاید پای داشتم معلومات این نالازمه رو توضیح می نماییم.
بعدن که ما اینها رو توضیح نمودیم میگذاریم با سلایدی نوبتی. ما در اینجا چی داریم؟ سلایدی نوبتی همون نیست، با پررگی با یک نوشتجات وابسته است. این رو میگذاریم. یعنی این با تاریخ زبان‌های برنامه‌سازی وابسته است که در اینجا درباره تاریخ زبان‌های برنامه‌سازی کمتر معلومات آورده ایم. اینها رو ما میمونیم. در اینجا رقمی 22 مونیم. کمتر هم باشد در جا با جا بکنیم بلکه که درست میآید. خب والا جا میپرتیم و همین سرلوها رو با یک رنگ دیگر اشاره کنیم با بهتر می شود. با چشم تیزایون می شود. وقتی رنگ کمتر تغییر یابد. این رو که ما موندیم. اکنون بچه ها شما میتونید که به هر یکی این یعنی حرفایی که مثال از کار دیپلمی سر می شود و دیگر با اینها شما دلخواه